سنجد سمن و شما سکه. سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قرار با هم گردشی داشته باشیم در غروب‌های عید شهرداری رشت. امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه و ساعت حدود 7:30 غروبه. چند روز پیش ولاگی از بازار رشت در حال و هوای نزدیک به عید در کانال قرار دادیم و تصمیم گرفتیم که از شب‌های شلوغ پیش از عید و حال و هوای عید برای شما عزیزان ولاگی ضبط کنیم. متاسفانه فقط شلوغی دیده میشه و حس و حال عید احساس نمیشه. در اکثر روزهای گرم سال میدان شهرداری تا نیمه شب شلوغه. اگر به دیدن ولاگ‌های بیشتری از این میدان و بازار زیباش در روزهای مختلف سال، در روزهای بارانی، روزها و شب‌های برفی علاقه دارید، حتما به پلیلیست شهر رشت کانال ما سری بزنید. ولاگ‌های زیاد دیگری از جاهای دیدنی شهر رشت هم در این پلیلیست قرار داره. لینک پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. جای همه عزیزان در اینجا خالی. در این ولاگ ما ابتدا از پیاده روی علم الهدی به سمت شهرداری خواهیم رفت. سپس گردشی در اطراف شهرداری و بعد از اون به بازار اصلی و بازار ماهی فروشان خواهیم رفت. امیدوارم که تا آخر این ولاگ با ما همراه باشید. صحبت‌ها رو کوتاه می‌کنم تا از حال و هوای این بازار لذت ببرید. راستی لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. سال نو شما هم پیشاپیش مبارک.
پساش سمنون یا شلوغ شده چای به خودم باشه ای شبو زیر حتی اسانس چایش تا اینجا میاد سمت کبابیا فلافل کبابی هستم جاجی
همبرگر زغالی هم چایی با زولبیا. کیف پول ایناست. دیگه راست جمعش رو نگاه می‌کنم. من با بزرگی می‌کنم. با سیم روز قابل ندارم. شادی 50 فیلم برداری میکنه والا برای کل رشته یا نه جا؟ میگم برای کل رشته من کلیپ درست میکنم کل گیلا میگرده هوا عالیه.
سفره داره. آش داره، کاکا داره، آش دو. ببین دارم اینو باید سبزی براون نارنج. آش میده، آش. پایین رنگیش هم هست، آبیشو دارم با رشته خوشبار میده. موتورها خیلی رو اعصابم شده.
روی کباب داریم. حاجی بلال آتیشی داره. اصلا باقالی و سیر و خیار و گوجه. ما فاویس می نمیتونیم بخوریم، جای شما خالیه. دستتون نرم. آج خانم زحمت کش. آش رشته همون رشته خوشکاره، سمبوسه بفرمایید داداش. حال ماره.
صفرفسی، سنجد، سمن و سما، سکه، سپند. به حاجی فیروز ده همون نوروز. به تابلوشو عوض کرد، فیروزی نبود. یه دور بزن اینجا. باقالی عمورزا. چون باز ششته و دیروز که نبود، پیروز بریم تو بازار هم یه دور بزنیم. سمنو اصلا
مایسه. مایه انزلی آقا مایه انزلی سفید انزلی سفید انزلی آقا مایه انزلی نه گزره مشکل مایه انزلی این 750. دریایی یعنی مشغوله دریا گولی اشغوله گویا آقا گولی اشغوله آقا کبوله دریا باشه شش مقدار تاین نمیبودن اینقدر مایه باشه. نه حاجی با سریعه این کیلو 80 فرنگ باقاله کیلو 70. آقا خونی 40 تومن بره مشتری بیسکو خونی 40 یه چیزی دیگه چهارش 180. های دوستان دو زنجبیل تازه
میوه کاکتوس، تمر هندی، آووکادو، نمی میوه اسمش نمیشه. اصلا نباشه کی سبزی بارون نارنج چند دونی؟ قابل نه مرسی. سوفالیا 80 گلدن مشکی 50. قیمت شما اینم سال مار بستمانیه 20 آجیل مخفوض 458 چهارمخ 895 اینم کلوچه فوقان اندازی آوری چه خوری وله السلیمون شیرین موز السلیمون خودروزیه باقالی بلو باقالی بلو سر باقالی سر باقالی
بخش خوراکیات. حاجی لبوی دا اصلا نموشه حاجی لبوی دا ورودیش بریم سمت کبابی بیشتر ساعت 9 میاد روز کامل نیاد. Gel, kumine panine çavam. Şöyle gel, baba. Pala kebab, ay pala kebab. باقالی با نوبربری فاویس حالا عطرش میاد. چنج 90 کباب‌فروش 110 با کباب 550 کباب مخلفات. بفهم غذا آماده است. بفهم. اونجا هم چند تا کبابی هست هنوز نیومد. معمولا 9 میادن 8.